امروز می‌خوایم یه مشکل خیلی رایج رو بررسی کنیم، اینکه چرا استراحت کردن انقدر سخت شده. براتون پیش اومده که دقیقاً اول تعطیلات مریض بشین یا موقع مدیتیشن استرستون بیشتر بشه؟ نه، این فقط بدشانسی نیست، این یه واکنش شناخته شده به استرسه که حتی اسمم داره. یه تحقیق نشون میده تقریباً 72% کارمندها تو روزهای تعطیلشون احساس مریضی یا خستگی میکنن. خب داستان چیه؟ بیایم با اولین تیکه این پازل شروع کنیم. واکنش بدن ما به استرس. متخصصا به این میگن بیماری اوقات فراغت، یعنی واکنش بدن بعد از یه دوره طولانی استرس. فکر کنید سیستم عصبیتون مثل یه ماشینه. استرس پدال گاز و آرامش ترمز. وقتی یهو متوقف میشین، بدن انگار ترمز رو محکم فشار میده. اینجاست که علائم سرکوب شده خودشون رو نشون میدن. این واکنش میتونه علائم فیزیکی زیادی رو ایجاد کنه، از یه خستگی ساده گرفته تا سرماخوردگی کامل. اما اگه مشکل جسمی نباشه چی؟ اگه تلاش برای ریلکس کردن اضطرابتون رو بیشتر کنه چی؟ به این میگن اضطراب ناشی از آرامش، یه واکنش متناقض که توش خود آرامش باعث استرس میشه. و جالبه که خیلی هم شایعه. بعضی تحقیقات میگن بیشتر از نصف آدم‌ها این حالت رو تجربه کردن. پس ما با دو روی یک سکه طرفیم، یه بدن که از کار میفته و یه ذهن که وحشت میکنه. خب ریشه این همه ماجرا چیه؟ معمولا یه عادت ذهنی خیلی قویه، وسواس ما برای کار کردن. اسمش هست عذاب وجدان بهره‌وری، یعنی این باور که ارزش ما به دستاوردهامون بستگی داره. پروفسور استفانی آندره توضیح میده که فرهنگ کاری ما شرایط رو برای این مشکل کاملا مهیا میکنه. آمارها میگن بالای 80% کارمندها هر هفته اضافه کاری دارن، هر هفته. و بیشتر از نصفشون میگن این فشار که باید همیشه در دسترس باشن نمیذاره راحت باشن. اینجوری چرخه درست میشه تا سر حد مرگ کار میکنیم، خسته میشیم و بعد برای استراحت عذاب وجدان میگیریم. خب چطور این چرخه رو بشکنیم و واقعا استراحت کنیم؟ راه حلش اینه که به توجهمون جهت جدیدی بدیم. اینجاست که ذهن آگاهی وارد میشه، یعنی توجه کردن به لحظه حال همین الان بدون هیچ قضاوتی. تحقیقات نشون میده این تمرین واکنش ما به استرس رو کم میکنه و کمک میکنه راحت‌تر رها کنیم. این یه تکنیک ساده و کاربردیه. با تمرکز روی حواس پنجگانه جلوی افکار مضطرب رو میگیره. هدف این نیست که یه کار دیگه به لیستتون اضافه بشه. هدف ساختن یه مهارته، پذیرش استراحت. پس شاید استراحت تنبلی نیست، بلکه مهمترین مهارتیه که میتونیم یاد بگیریم.